محمود شریفزاده دادستان نویه یووان برای چشمپوشی به موردهای غصب و فروش زمین از مقام برکنار شده است. فرمان را هفته گذشته یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان صادر کرده است و دو منبع آگاه رادیو آزادی روز 6 یونیو سال 2023 گفتند که فعالیت محمود شریفزاده را یک کمیسیه دادستانی کل تحقیق میکند. به گفته آنها در نویه دهها مورد استفاده غیر قانونی زمین آشکار شده است که دادستانی یووان همچون نهاد ناظر اداره قانونها به آنها چشم پوشیده است. محمود شریفزاده و نزدیکانش برای شرح این قضیه هنوز دسترس نیستند. محمود شریفزاده از ماه سال 2020 پروکرور یووان بود و بعد همگی 3 سال کاریش برکنار شد. این در حالی است که پروکرورها معمولا برای 5 سال تعیین می شوند. اما در سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان نام محمود شریفزاده با عکسش تا به حال به عنوان پروکرور نویه یووان ایستاده است. بنا به ترجمه حال رسمیش که در سامانه رسمی دادستانی کل نشر شده است، شریفزاده محمود عزت الله رتبه مشاور عدلیه درجه 2 داشته رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. او سابقه کاریش را سال 2005 به حیث کارآموز در وظیفه یاردمچی پروکرور نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه آغاز کرده. سال 2007 تا 2011 مفتش دادستانی نویه اسماعیل سامانی، سال 2011 مفتش ریاست تفتیش پرونده های جنایت های مخصوصا مهم دادستانی کل بوده است. محمود شریفزاده سپس سال 2012 معاون پروکرور شهر کانه‌بادام، از سال 2013 معاون پروکرور شهر وحدت، از سال 2014 تا 2020 معاون یکم پروکرور شهر وحدت بوده. ماه سال 2020 پروکرور نویه یووان تعیین شد. فروش زمین را در تاجیکستان مشکل رقم 1 و یکی از منبع‌های اساسی عمل‌های کروپسیونی منصبداران خرد و بزرگ می‌شمارند. تقریبا هر هفته درباره بازداشت این یا آن منصبدار و یا میانروهای آنها با اتهام گرفتن پاره در عوض وعده جدا کرده دادن زمین خبرها به دست میرسند. با چنین اتهام 2 سال پیش تا شهردار کولاب بهرام عنایت‌زاده به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت‌زاده تا کنون بلندپایه‌ترین منصبدار است که برای زمین فروشی محکوم به زندان شده است. اما طور تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد در اکثر موردها منصبدارانی که برای زمین فروشی و گرفتن پوره به دست می‌افتند با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می‌شوند. باور می‌رود که این منصبداران در عوض پوره به چنین جزاهای سبک نائل می‌شوند.